خدایا همه طاغوتیان، همه ظالمان، همه مستبدان، همه اینهایی که ظلم و ستم میکنند در کشورهای ما، همشان رو ذلیل و خوار بگردان. خدایا این رحمانوف و سربازانش رو خوار و ذلیل بگردان. خدایا این دزدان قاتل فریبکاری که در افغانستان هستند، خدایا خوار و ذلیلشون بگردان. خدایا امروز روز ذلت شیطان هست. خدایا این شیطان هایی که در سرزمین ما هستند، اینها رو ذلیل و خوار بگردان. خدایا امروز روز عزت مؤمنان هست. خدایا مؤمنان رو عزیز بگردان. خدایا بار الها این ظالمان رو سرنگون بکن. خدایا بار الها این عزیزان مایی که در زندان ها هستند، خدایا اسباب فرج اینها رو مهیا بگردان. خدایا این عزیزان ما که در زیر شکنجه های ظالمان کشته شدند، خدایا همشان رو بیامرز. خدایا همشان رو جز شهیدان قرار بده. خدایا همه مؤمنانی که در زندان های طاغوتیان جان دادند، خدایا همه را با پیامبران، بار الها همشان را با پیامبران و شهیدان و صدیقان و صالحان محشور بگردان. بار الها این آه مظلومان رو نستجابت بکن و ظالمان رو نیست و نابود بگردان. خدایا بار الها این ملت ما ملت ایمان هست، ملت ناتوانی است که غیر از تو کسی رو ندارند. خدایا بار الها ما غیر از تو کسی رو نداریم، غیر از تو دادرسی رو نداریم. اومدیم به درگاه تو، پناه آوردیم به درگاه تو. تو گفتی که ادعونی استجب لکم و ها نحن ببابک واقفین ندعوک کما امرتنا. خدایا بار اله پروردگار، ما دعات میکنیم همونطوری که به ما امر کردی که دعا کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی شبکه اصلاح، امروز ما و شما در بهترین روزهای سال و دقیقاً در روز عرفه قرار داریم و روز عرفه یکی از روزهایی است که میان دهه ذوالحجه معروف است و روزی است که اگر حاجی در روز عرفه نتواند که در عرفات باشد، پس حج اون قبول نیست و مسئله است که برای تمام امت اسلام این مسئله معروف و مشهور است. و امروز روز دعا هست. از این خاطر میخواهیم با جناب دکتر نور محمد در مورد دعایی که امروز میخواهیم بکنیم و جناب دکتر دعا نمایند در حق امت، در حق ملت ما، در حق همه مظلومانی که در عالم قرار دارند و تمام بینندگان گرامی، ما و شما میگوییم آمین، تا که الله سبحانه و تعالی دعای روز عرفه ما و شما را بپذیرد. خوش آمدید جناب دکتر و برنامه گفتگوی به پرده امروز مخصوص روز عرفه. بنده عرض ادب و سلام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت تک تک بینندگان عزیزمون در هر جای دنیا که هستند و عزیزان تاجیکستان. امید هست که خداوند متعال طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو قبول درگاه خودشون قرار بدن و امروز روز عرفه هست، روز دعا و روز نیایش به درگاه خداوند متعال. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا و نیایش و زاری به درگاه الله متعال در روز عرفه هست و فرمودند که بهترین دعایی که من پیامبر و تمام پیامبران به درگاه الله ذوالجلال انجام دادن، دعا کردن، این دعا هست. امید هست که همه شما عزیزان دستها رو بلند کنید و با این دعای بهترین دعایی که پیامبر و تمام پیامبران در درگاه الله متعال به جا آوردن ما شروع می‌کنیم. همه با هم تکرار میکنیم که لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. لا اله الا الله وحده لا شریک له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا. واللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نجيء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بار الها ما نافرمانی تو کردیم خدایا، بار الها ما به خودمون ظلم کردیم. اگر بر ما در نگذری، اگر ما رو نبخشی، اگر از ما بر ما رحم و شفقت نورزی، ما از زیانکاران و از خاسران خواهیم بود. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا بار الها از ما بگذر، از خانواده های ما بگذر، از فرزندان ما بگذر، از همه مؤمنان، از همه مسلمان ها، از همه عزیزانی که به خانه های ما اومدند، از همه مهمانای ما. خدایا گناهانشون رو ببخش، خدایا رفتگانشون را بیامرز، خدایا فرزندانشون را نیک و صالح قرار بده. خدایا بار الها این بندگان صالح تو، خدایا بار الها این مؤمنان تو در سرزمین تاجیکستان، خدایا بر اهل تاجیک و تاجیکستان مغفرت و رحمت ویژه عنایت فرما. خدایا گناهانشون رو ببخش، خدایا بندگان فرزندانشون رو صالح و نیک قرار بده. خدایا رفتگانشون، پدران، مادران، بزرگترها، اونهایی که از این دنیا رفتند، خدایا تمام مردگانشان رو ببخشای. خدایا رحمت و شفقت خودتون رو نصیب اینها بکن. خدایا امروز روز عرفه است، خدایا امروز اون روزی است که تو به فرشتگانت از ما افتخار میکنی، میگی به فرشتگان است که بنگرید به بندگان من که از هر جا آمدند به میدان عرفات. خدایا دلهای ما در میدان عرفات هست. خدایا ما فرصت این رو نداشتیم که در عرفات باشیم و در میان حاجیان باشیم، اما قلبهای ما اونجاست، عشق ما در اونجاست. خدایا بار الها همون لطف و کرمی که بر مؤمنان در میدان عرفات رو داری بر ما داشته باش. خدایا بار الها بر اون لطف و کرمی که بر مؤمنان داری همه اونها رو میبخشی. خدایا امروز روز ذلت شیطان هست، خدایا تمام شیطانها رو ذلیل و خال بگردان. خدایا امروز روز ذلت نافرمانان تو هست، روز ذلت اون شیطانها و بتهایی هست که خودشون رو بر جامعه های اسلامی مسلط کردند. خدایا خار و ذلیلشون بگردان. خدایا همه طاغوتیان، همه ظالمان، همه مستبدان، همه اینهایی که ظلم و ستم میکنن در کشورهای ما، همشان رو ذلیل و خوار بگردان. امروز خدایا روز ذلت شیطان هست. خدایا این رحمانوف و سربازانش رو خوار و ذلیل بگردان. خدایا این دزدان قاتل فریبکاری که در افغانستان هستند، خدایا خوار و ذلیلشون بگردان. خدایا امروز روز ذلت شیطان هست. خدایا این شیطان هایی که در سرزمین ما هستند اینها رو ذلیل و خوار بگردان. خدایا امروز روز عزت مؤمنان هست. خدایا مؤمنان رو عزیز بگردان. خدایا بار الها این ظالمان رو سرنگون بکن. خدایا بار الها این عزیزان مایی که در زندان ها هستند، خدایا اسباب فرج اینها رو مهیا بگردان. خدایا این عزیزان ما که در زیر شکنجه های ظالمان کشته شدند، خدایا همشان رو بیامرز. خدایا همشان رو جزء شهیدان قرار بده. خدایا همه مؤمنانی که در زندان های طاغوتیان جان دادند، خدایا همه را با پیامبران، بار الها همشان را با پیامبران و شهیدان و صدیقان و صالحان محشور بگردان. خدایا به خانواده هاشان صبر و ثبات و استقامت و ایمان بده. خدایا فرزندانشان را بار الها فرزندانشان را صالح و نیکو بگردان. اللهم بار الها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
ربنا اجعلنا مقیم الصلاة و من ذریاتنا ربنا و تقبل دعا. بار الها ما و فرزندانمان را مؤمنانی متعهد و نمازگزار قرار بده. دعا و نیایش ما را قبول درگاه خودت قرار بده. ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارا در روز قیامت، در روز رستاخیز ما رو و پدرانمون و مادرانمون و سایر مؤمنان رو خدایا ببخشای و بمرز. ربنا هب لنا حکما والحقنا بالصالحین واجعل لنا لسان صدق فی الاخرین واجعلنا من ورثة جنة النعیم ولا تخزنا یوم یبعثون. خدایا بار الها پروردگارا بر ما کمال و معرفت ارزانی دار و ما را از زمره پاکان و نیکان و شایستگان قرار بده. نام و نیک و ذکر خیری از ما بر زبان آیندگان جاری بگردان. ما را از اونهایی قرار بده که در پرتو ایمان به بهشت برین دست می‌یابند. خدایا پروردگارا بار الها در روز رستاخیز که همگان دوباره برانگیخته میشند و همه بار دیگر زنده میشند، خدایا بار الها پروردگار ما رو خار و رسوا مگردان. ربنا هب لنا من الصالحین. فرزندان شایسته و نیکویی به ما ارزانی دار. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. پروردگارا به تو توکل جسته ایم و به سوی تو روی آورده ایم. بازگشت همه ما به سوی توست. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. خدایا بار الها پروردگارا کافران را بر ما چیره و مگردان. خدایا ظالمان را بر ما چیره مگردان. خدایا بار الها ظالمان را نیست و نابود بگردان و ما را از شر و شرور ظالمان و مستبدان نجات بده. فرزندان ما را از شر شرور ظالمان و مستبدان نجات بده. آیندگان ما رو، سرزمین ما رو آباد و آرام بگردان. بار الها سرزمین تاجیکستان، سرزمین مؤمنان رو آرام و آباد و پر از نیکی و خیرات و نعمتهای سرشارت قرار بده. تمام ظالمان و هر آن که شر این ملت رو میخواد، خدایا چشمهایشان رو کور بگردان و از دست شر و ظلمشان رو از سر این ملت کوتاه بگردان. بار الها ما بندگان ناتوان تو هستیم. پروردگارا اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. انت ربنا ورب المستضعفين. الى من تكلنا؟ الى عدو ملكته امرنا ام بعيد يتجهمنا؟ ان لم يكن لك بنا غضب فلا نبالي لكن عافيتك هي اوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پروردگارا ما را خدای و الهی نیست مگر تو. لا اله الا انت سبحانك. تو پاک و منزهی از هر عیب و ایراد. إنا كنا من الظالمين. ما در واقع به خودمون ظلم کردیم. بار الها ما به خودمون ظلم کردیم وقتی که سر در پیش طاغوتیان خم کردیم. بار الها ما به خودمون ظلم کردیم که وقتی که دانسته نافرمانی دستورات تو کردیم. بار الها ما به خودمان ظلم کردیم وقتی که معصیت کردیم. به خودمان ظلم کردیم وقتی که حرام خوردیم. به خودمان ظلم کردیم وقتی که به بندگان تو ظلم کردیم. بار الها از ما در بگذر. ربنا هب لنا من لدنك ذریة طیبة انك سمیع الدعاء. پروردگارا از درگاه کرم و سخاوتت به ما فرزندانی نیکو کار و شایسته ارزانی دار. الهی تویی شنونده دعا و پذیرنده تمنا. ربنا لا تذرنا فردا و انت خیر الوارثین. بار اله ما را بی کس و تنها رها مگردان.
الهی پس از مرگ ما تو بهترین حافظ و وارث و پناه دهنده ما هستی. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین. پروردگارا هیچ اله و معبودی نیست ما را مگر تو. تویی پاک و منزه از هر آنچه به تو تهمت میزنند. دریاب ما را و بیامرز بر ما از نافرمانی های ما، در بگذر که ما سخت به خود ستم واداشته ایم. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا. ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا. ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا. خدایا بار الها پروردگارا ببخشای بر ما. ما اسیر گناهان خود هستیم، ما اسیر کوتاهی های خود هستیم، ما بندگان نافرمان تو بودیم اما غیر از تو کسی رو نداریم. خدایا بار الها به درگاه تو آمده ایم، با دستان خالی آمده ایم. خدایا بار الها در آنچه در دستان ماست امید نداریم. امید ما تنها به توست، به بزرگی تو، به عظمت تو، به مغفرت تو، به بخشایش تو. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء. پروردگارا ما از سختی ها و از بلاها و از مصیبت ها و از ظالمان و از شقاوت ها و از بدبختی ها و از همه بدی ها و از همه شادی دشمنان به حال و روزمان به تو پناه می جوییم. اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. بار الها دین ما رو صالح و نیکو قرار بده. خدایا بار الها دینداری ما رو اصلاح بگردان و صلاح و موفقیت رو در کارهای ما بر ما بباران. دنیای من را پاک ساز و زندگی من را خوشنود و صالح و آخرت من را نیکو و بازگشت من را به سوی تو ای پروردگار یکتا. خدایا بار الها همواره خیر و خوبی ها را بر زندگی ما بیفزا و با مرگ ما را از زشتی ها و بدی ها رهایی ده. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بار الها ما هدایت و رستگاری رو برای خودمون میخواییم. تقوا و پاک دامنی رو نصیب ما بگردان. ثروت و قناعت و روزی هایت را بر ما بباران. خدایا فقر و بدبختی و ناداری رو از سرزمین ما دور بگردان. خدایا فقر و بدبختی و ناداری و فلاکت رو از سرزمین ما، از سرزمین تاجیکستان و از تمام جهان و از تمام دنیای اسلام دور بگردان. خدایا بار الها ما رو مردگان صالح خودت قرار بده. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك و تحول عافیتك و فجاءت نقمتك و جمیع سخطك. بار الها ما را از این نعمت هایی که عطا کرده ای از اینها محروم مگردان. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. بار الها از این که نعمت هایت از ما گرفته شوند و سلامتی و عافیت از ما برداشته شود و ما مورد خشم و غضب تو قرار بگیریم. خدایا به تو پناه میبریم. خدایا غیر از تو کسی رو نداریم. اللهم اهدنا و سددنا. اللهم انا نسألك الهدى والسداد. اللهم ما را هدایت بده، در راه حق ثابت قدم بگردان. بار الها به ما هدایت و رستگاری، استقامت و نیکوکاری ارزانی دار. اللهم انا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم اكثر مالنا وولدنا وبارك لنا فيما اعطيتنا واعطل حياتنا على طاعتك واحسن عملنا واغفر لنا. بار الها پروردگارا مال و فرزندانمان را زیاد بگردان و به آنچه به ما دادی برکت عنایت فرما. خدایا به روزی هایی که به ما دادی برکت عنایت فرما و به ما طول عمر در حالی که بندگان صالح و نیک تو هستیم عطا بفرما و کارها و اعمال نیک ما رو پذیرای درگاه خودت باش. خدایا بار الها ما را از بندگان صالح خودت قرار بده، از اهل قرآن، از اهل تقوا و از اهل ایمان قرار بده. خدایا بار اله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. خدایا بار اله به ما روزی های صالح و نیک عنایت بفرما. خدایا ما را از زشتی ها و پلیدی ها دور بگردان، از مال حرام ما رو دور بگردان. خدایا ما رو سیراب و قانع بساز از مال حلالت، از رحمت های دروازه های رحمتت رو به سوی ما باز بگردان.
خدایا بار الها فرزندان ما، همسران ما، عزیزان ما، برادران ما، خواهرهای ما، پدران و گذشتگان ما، مادران ما، نیاکان ما، فرزندان و نوه ها و نتیجه های ما، همه رو خدای بنان در پناه خودت قرار بده. مؤمنانی صالح و نیک از زشتی ها و پلیدی ها و گناه ها نجاتشان بگردان. بار الها این ظالم ها و ستمگرانی که مال و ثروت ملت های ما را به تاراج بردند، این ظالمان و ستمگران و جلادانی که تازیانه ظلم و ستم رو بر سر ما آوردند، اینهایی که مؤمنان رو به زندانها و سیاهچالها انداختند، خدایا بار الها جمد الدماء في عروقهم وزلزل عروشهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين غانمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون، اللهم اجعل بأسهم بينهم وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين. بار الها این آه مظلومان به آسمان تو سرازیر است. بار الها این آه مظلومان رو نستجابت بکن و ظالمان رو نیست و نابود بگردان. خدایا بار الها این ملت ما ملت ایمان هست، ملت ناتوانی است که غیر از تو کسی رو ندارد. خدایا بار الها ما غیر از تو کسی رو نداریم، غیر از تو دادرسی رو نداریم. اومدیم به درگاه تو، پناه آوردیم به درگاه تو. تو گفتی که ادعونی استجب لکم و ها نحن ببابک واقفین ندعوک کما امرتنا. خدایا بار الها پروردگار ما دعات میکنیم همونطوری که به ما امر کردی که دعا کنید. اللهم یا اجود من اعطا و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين وصل على محمد وعلى آل محمد وعلى أتباع محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وأصحابه وأتباعه في الملأ الأعلى، وصل وسلم عليهم في المرسلين. اللهم يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه ولا يكل من توكل عليه. توکل ما به سوی توست، رجا و امید ما به سوی توست. غیر از تو خدایی نداریم، غیر از تو دادرسی نداریم. یا الله یا مالک الملک یا ذا الجلال والإكرام، یا حی یا قیوم، یا واسع یا مجیب، يا عفو يا غفار، يا بر يا تواب، يا هادي يا رشيد يا لطيف، يا ستار العيوب، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله. خدایا وضع حال ما رو نیک بگردان، ما رو صالح و مؤمنان صالح و صادقی قرار بده. خدایا ما به اسماء الله الحسنا تو رو یاد میکنیم، به اون نام اعظمت از تو میخواهیم که ما رو از اهل قرآن قرار بده، قلبهای ما رو مملوء ایمان قرار بده. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء و درك الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. خدایا بار الها پروردگارا ای شافی لا شفاء الا شفاءک، بیماران ما را شفا بده، درماندگان ما را بهشون رسیدگی کن. بار الها بیماران ما را و بیماران تمام مسلمان ها را شفا بده. بار الها از این وبا و از این بلا سرزمین ما رو، بندگان صالح خودت رو، تمام مؤمنان رو در تمام جهان نجات بده. بار الها بندگان صالح در تاجیکستان رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. بار الها مؤمنان افغانستان رو ببخشای و ظالمان رو سرنگون بگردان. بار الها طاغوتیان ایران رو سرنگون بگردان و مؤمنان رو نجات بده و اهل ایمان رو تقویت کن. بار الها تمام مؤمنان در تمام سرزمین ها رو مورد عفو و رحمت و لطف و کرم خودت قرار بده. تمام مظلومان رو مورد عفو و رحمت و لطف و کرم خودت قرار بده. بار الها ظلم و ستم رو از سرزمین سوریه، از عراق، از یمن، از ترکستان، از کشمیر، از فلسطین، از تاجیکستان، از افغانستان، از پاکستان، از تمام سرزمین های اسلام دور بگردان. بار الها اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء و درك الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء.
اللهم ربنا ادفع عنا وعن ديار المسلمين الوباء والبلاء والغلاء. اللهم ادفع عن ديار المسلمين الوباء والبلاء والغلاء. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الطغاة الظلمة المجرمين. اللهم على جبابرة الأرض، جبابرة أمريكان والهنود واليهود والصهيون والصفويين والصينيين والروس، وعلى جميع جبابرة الأرض في كل مكان. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعل بأسهم بينهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء إيمانا وتقوى وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل طاجيكستان آمنا مطمئنا سخاء رخاء إيمانا وتقوى وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل طاجيكستان وأهله في ضمانك وأمانك وإحسانك وسائر المسلمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين وديار المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، وها نحن ببابك واقفين كما أمرتنا داعين لك كما أمرتنا. اللهم استجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا قدمنا إليك بأيد فارغة. اللهم إنا واقفين بين يديك وقوف من كثرت ذنوبه وقلت حسناته ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا، فاغفر لنا وتقبل منا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلينا نحن معهم أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم تقبل منا يا كريم. الله سبحانه که تمامی ملت و مردم عزیز تاجیکستان این دعاهای که این روز جناب دکتر نمودند آمین بگویند و از الله سبحانه و تعالی هنگام افطار و تا افطار دعا نمایند تا اینکه الله سبحانه و تعالی تمام این مصیبت هایی که دامنگیر این ملت و این مردمی کشور هست الله این مصیبت ها را از سر ما بردارد. الله از شما راضی باشد جناب دکتر. خداوند دعاهای صالح ما باشد. اللهم آمين يا رب. سلامات باشید.